الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که جمعه امروزه را آغاز کنیم، یک جایه با شما دعا میکنیم که خدای مهربان عبادت الحال این عبادت را از ما قبول بگرداند و خدای مهربان همه آن ثواب و اجرهایی که در این عبادت است برای این ادا کننده ها خدایا با نصیب بگردانی و خدایا گذشتگان این قوم و جمع ما را رحمت و مغفرت بگردانی. بیماری های این جمعیت ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی و تمام مسافران مردم تاجیکستان را خدایا صحت و سلامت به خاندانشان برسانی و رهبر دولت خدای مهربان عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیبش بگردانی. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه گذشته ما و شما یک موضوع داشتیم، یک درس داشتیم که نام این موضوع 5 صفت مؤمن بود. 5 صفت مؤمن که مؤمن شخصی که میگوید من مؤمن هستم باید دارای 5 نشانه باشد و الا اگر در کدام از ما و شما این 5 نشانه یا یکی از این اگر وجود نداشته باشد، ما برای دریافت او باید که کوشش کنیم و الا اگر از این 5 در ما و شما یکی یا 2 وجود نداشته باشد، این زمان ایمان ما و شما کامل نیست، مؤمن بودن ما و شما هم مکمل نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، یک نشانه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، دوم نشانه. و علی ربهم یتوکلون، سوم نشانه. الذين يقيمون الصلاة، چهارم نشانه. و مما رزقناهم ينفقون، پنجم نشانه. 5 نشانه را سوره انفال برای ما و شما بیان کرد که مؤمن باید دارای همین 5 صفت باید باشد. این زمان در مؤمن بودن او هیچ شک و شبهه دیگر وجود ندارد. الله در دوام این آیت میگوید اولئک هم المؤمنون حقا. اگر کسی که از این مردم دارای این 5 صفت باشد، الله بشارت داد اولئک هم المؤمنون حقا، اینا حقانی مؤمن هستند. بعد این پروردگار باز بشارت میدهد کسی که اگر دارای این 5 نشانه باشد، 3 وعده، 3 تحفه دیگر پروردگار به این گونه مسلمان، به این گونه مؤمنی که 5 نشانه 5 صفت دارد باز عطا میکند. چی است؟ لهم درجات عند ربهم و مغفره و رزق کریم. صدق الله العظیم. خدا گو کسی که اگر
این 5 صفت با نصیب شد، الله و یکم نعمتی که میدهد لهم درجات عند ربهم، نزد پروردگارش به نهایت شرف بلند دارد، عزت بلند دارد، درجات خیلی عالی دارد شخصی که اگر 5 صفت صاحب باشد. دوم و مغفره، کسی صاحب این 5 صفت باشد الله کل گناه او را کوره میگرداند، اون انسان از گناه خالی میگرداند. سوم و رزق کریم، الله گو کسی که اگر این 5 صفت صاحب شد ما برای او رزق حلال، رزق پره، رزق کفایت کننده از وجه حلال نصیبش میگردانیم. خوش به حال همون بندگانی که اگر دارای این 5 صفت باشند. این حالت دیگر در مؤمن بودن ما و شما هیچ شک و شبهه باقی نمیماند. میگذاریم. جمعه گذشته ما یکی از اینها را برای شما تحلیل کردیم که این الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم بود. هر وقتایی که در پیش بندگان خدا، در حضور بندگان خدا، وقتی که امرهای پروردگار خوانده می شود، در پیش شما وقتی که آن چیزی را که الله منع کرده است، نزدیک شدن او را جنایت گفته است، اگر خوانده شود دل شما در اون حالت بترسد، الله گو یکم نشانه مؤمن انا همین است. دلی که در او ترس پروردگار وجود داشته باشد، زمانی که از امرها و نهی پروردگار با خبر شد. برادرای عزیز، حضرت امیر سعید علی حمدانی رحمت الله علیه میگوید ندیده بود که جستجویش نکند. اگر این دیده که در ما و شماست چشمها را در نظر دارد، اگر چشمی که جستجوی راه پروردگار نداشته باشد، چشمی که راه حق از راه باطل جدا کرده نتواند، چشمی که حرام از حلال شناخته نتواند، حضرت امیر سعید علی حمدانی گفتند این چشم نیست. گفتند این بینایی گفته است بینایی نیست، بلکه تو نابینا هستی. ندیده بود که جستجویش نکند، نه کام و زبان که گفتگویش نکند. آن دهان آن زبان گفت، دهان و زبان انسانی نیست زمانی که اگر یاد الله نداشته باشد. زمانی که این زبان گفتگوی پروردگار نداشته باشد، این دهان و این زبانم گفت دهان و زبان نیست. در دوامش چی گفت؟ هر دل که در او مهر الهی نبود، گر پیشی سگ افکنم بویش نکند. حضرت گفتن اگر در دلی که محبت الله نباشد، محبت محمد صلی الله علیه و سلم نباشد، محبت ابوبکر، عمر، عثمان، علی دوستان خدا نباشد، در دلی که ترس الله نباشد، این دل گفت در پیش سگ پر تا سگ بویش نمیکند. سگ او را البته استفاده نمیکند. اگرچه ما گوییم که سگ است، این گوشت است، اگر پر تا پیشش دل کافرم که باشد میخورد، اینم حق است. شاعر ما پهلوی دیگرش میتونیم توصیف کنیم که این دلی که در او مهر الهی نباشد، دلی که در او ترس الله نباشد، این دل زیبش لقمه سگ است. این دل زیبش خوردن انا همان سگ می باشد. از این خاطر یکم نشانه ایمان، یکم نشانه صفت مؤمن این است که در دل او باید که ترس الله وجود داشته باشد. ترس الله. رسول اکرم میگوید در حدیث ها که راویش ابو هریره هست، ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. پروردگار به جسمهای شما نظر نمی کند. اگر ما و شما جسمی زیبا داریم، بازوی با قوت داریم،
چهره های خیلی بهترین داریم، رسول اکرم میگوید پروردگار در این جسدهای شما نظر ندارد. ولا الی اموالکم، اگر پول زیادم که داشته باشی الله در پول و مال تو هم نظر ندارد، بلکه الله در چی نظر میکرده است؟ نظر الله این رحمت است. نظر الله این رحمت است. الله نظر میکرده است الی قلوبکم، در دلهای شما نظر میکرده است. یعنی در دل بنده چی نیت است؟ آیا در دل بنده ترس خدا وجود؟ آیا این دل از قبر میترسد یا نمیترسد؟ آیا این دل از روز قیامت هراس دارد یا ندارد؟ در این دل پروردگار نظر میکرده. دل که از نور معنی نیست روشن، دل که از نور معنی نیست روشن، مخوانش دل که او سنگ است و آهن. حضرت میگوید دلی که اگر در او نور معنی نباشد، دلی که در او اگر عشق اسلام، عشق رسول الله، عشق الله، عشق مساجد، عشق نماز جمعه اگر وجود نداشته باشد، حضرت گفتند دلی که از نور معنی نیست آهنگ، مخوانش دل که او سنگ است و آهن. دل که از گرد غفلت رنگ دارد، که از این دل سنگ و آهن ننگ دارد. حتی سنگ و آهن هم از این گونه دل ننگ میکرده است که خدایا شکر به سوی تو که ما را سنگ و آهن گردانیدی، لیکن این گونه دلی در غفلت آلوده نکردی. باید در دل مرد ایماندار ترس الله باید که وجود داشته باشد. رسول اکرم گفتن الا ان فی الجسد مضغه، شما یقین دارین که در جسمهای شما مضغه، قطعه صغیره من اللحم میگوین عربها، یعنی یک گوشت خیلی خردککی هست که فقط عبارت از گوشت است، استخوان ندارد. در جسم شما گفت یک توده، یک کلوله، یک گوشت هست که به استخوان است. فاذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي قلب. رسول اکرم گفت اگر همین گوشتپاره با صلاحیت بیاید، صلاحیت میآید کل بدن تو. اگر همین گوشتپاره فاسد شود، ویران شود، غفلت در او اگر پیدا شود، کل جسد تو را چکار میکند؟ ویران میکند. باید در دل انسان گفتن چیست این ای پیغمبر؟ حضرت گفتن آگاه باشید که این دل است. باید دل ما و شما از پروردگار میترسیدگی باشد. دلی که در او ترس باشد وای حق برادر مسلمان شد نمیخورد. در دلی که اگر ترس باشد او از مسجد پاش کنده نیست. در دلی که اگر ترس باشد نماز جمعه ادا میکند. در دلی که اگر ترس باشد فرزندهاش انتظام اسلامی می آموزاند. در دلی که اگر ترس باشد حلال از حرام جدا میکند. در دلی که ترس باشد برادر مسلمان شد در غایبیش تحقیر نمیکند، غیبت نمیکند. این گونه دل هست که از پروردگارش میترسد. ما چند قصه جمعه گذشته از مردان خدا به شما حکایت کردم. من به خاطر حکایه ها را میارم که حکایت در ذهن انسان نقش میبنده، لیکن مقصد از حکایه فقط چک کردن شما نیست، بلکه از این حکایه ها باید شما عبرت گیرین. اونا هم مثل ما و شما انسان بودن، چشم داشتن، دست داشتن، زن داشتن، خانه داشتن، کارخانه داشتن، لیکن بازم این از پروردگارشان می ترسیدن. از این خاطر ما باید از این قصه ها عبرت گیریم. فقط آب چشم نکنیم، فقط با دهانمان یک چک که داریم چک نکنیم، بلکه چیکار کنیم؟ بلکه ما از اینها باید که تابع اینها شویم. از اینها باید که از خدا ترسیدن آموزیم. میخواهم در برابر این مردان خدا قصه یک زن خدا ترس برای شما حکایت کنم و بعداً به صفت دومی مؤمن که این و اذا تلیت علیهم آیاته
زادتهم ایمانا تفصیل کنم. که دویم نشانه چی بوده است؟ این بوده است که هر وقتایی که در پیش بندگان خدا آیت قرآن خوانده شود، پند و موعظه ها گفته شود، ایمان او زایید شود، ایمان او زیاد شود. انشاءالله در اطراف اینم صحبت های دارم برای شما میرسانم. پیش از این صحبت کردن میخواهم باز به قصه این زن خدا ترس شروع کنم، زیرا زن رسول اکرم گفتن عقلشان ناقص است نظر با عقل مرد، دینشانم ناقص است نظر با دین مرد، جسمشانم ضعیف است نظر با جسم مرد. لیکن با این دین ناقصیش، با این عقل ناقصش، ناقص گفته کم بودیدار، با این جسم ضعیفش چگونه از پروردگار می ترسید. من برای شما توده مردها این قصه زن میارم. شاید که از قصه زن ما و شما عبرت گیریم، یا شاید که این صحبت مرا بعضی از مادرها و خواهرها هم شنوند تا که برای اونها این ترس این زن مسلمان چی شود، دستور شود، برای اونها این یک عبرت شود. شما فراموش نکنید برادرای عزیز، اولین نفری که اسلام قبول کردگی از زن است این حضرت خدیجه بود، زن پیغمبر خدا. اولین نفر اسلام قبول کردگی لا اله الا الله محمد رسول الله را قبول کردن این زن بود، حضرت خدیجه بود. اولین شهیدی که در راه اسلام شد زن بود، حضرت سمیه بود، مادر عمار زن حضرت یاسر بود. این اولین شهید از جانب زنها. اولین شخصی که اسلام قبول کرده است از طایفه زنها بود. حضرت سمیه را دلیریش حکایه میکنند که حضرت خیلی این مادر بسیار زنی فقیر بود، چیزی نداشت، بسیار کم بغل بود، حتی لباسش پره نبود. وقتی او را حبس کردن ابو جهل لعین به میدان برد. ما و شما میدان وقتی میگویم میدانهای مکه مکرمه بسیار سوزان است، بسیار تفسان است، بسیار یک حرارت بلند دارد. ما و شما در اطراف این شمالتیکان نشستگیم، تا حال گرمی ما و شما طاقت نداریم. وقتی این مادر را برآوردن درجه شاید 60-70 درجه بود. ابو جهل فرمان داد که لباس آهنیش پوشانید. برای چی لباس آهنی؟ برای لباس آهنی باز گرمی را به خود می کشد. در لباس های لطگی ما و شما طاقت نداریم، در جای سایه طاقت نداریم. برای که این مادر سمیه از اسلام گردد لباس های آهنیش پوشانیدن، بردن بالا یک قمزار ده و پشت غلطانیدن. مقصد چیست؟ از دین محمد پس بگرد. دین محمد دین ناحق است، از بدین پدر و بابات که همان هیکل پرستی و بت پرستی بود به همان رجوع کن. این دین ناحق است. لیکن سمیه این همه عذابها را تحمل میکرد و با زبانی گویم تشنه او در شکم گرسنه او فقط چی بود؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. تمام دنیا اگر بالای من خیزد من میگویم که الله یک و یگانه هست، محمد فرستاده برحق است، این رسول است. وقتی رسول اکرم به پیشش میگذشت قدرت نداشت که سمیه را از این حبس خالی کند. میگفت مادر، میگفت صبر کن، برای تو پروردگار بهترین مکانها که جنت است آماده کرده است. حضرت سمیه صبر میکردند، این عذابها را تحمل کردند. روز ابو جهل خیلی خشمناک بود، شاید که مست بود، عرق نوشیدگی بود. آمد سمیه را دعوت کرد، گفت از دین محمد میگردی یا نه؟ حضرت سمیه گفتن اصلا نمیگردم. چنان میگه دشنام مثل باران، دشنام های قبیح ترین بالای سمیه کرد، لیکن سمیه پس نگشت. ابو جهل چنان میگه خشمناک شد که نیزه را برداشت و در شرمگاه همون سمیه زد. اولین نفری که در اسلام به هلاکت رسید شهید شد این مادر عمار حضرت سمیه بود. قصه ای که من برای شما میکنم این قصه رابعه است. شاید شنیده باشین
لیکن باز را من کمی میخواهم مفصلتر در برابر زنهای امروزه مقایسه کنم. از آن رابعه پرسان کرد سائل چرا شوهر نسازی از قبایل؟ ای رابعه برای چی شوهر نمی کنی؟ آخی شوهر کن نعمت است. حضرت رابعه می دانست که شوهر نعمت است. از حساب شوهر چنگ به نکاح می زند که سنت پیغمبری خداست. النکاح سنتی، نکاح سنت من است، یکی از سنت های پیغمبر را زنده می گردانید. این رابعه می دانست. رابعه می دانست که از حساب شوهر بهترین نعمت این فرزند از پروردگار برای او نصیب می کند. لیکن رابعه چی او را نگذاشت که شوهر کند؟ بگفتش در غم سه چیز هستم، ندانم قسمتی روزی الستم، ندانم روزی رحلت دادنی جان، رحم یا نه ز مکر دیو شیطان. حضرت رابعه گفتند باور کنید، گفتند من از سنت پیغمبر روی گردان نیستم. برای من خانه آبادم در کار است، شوهرم در کار است، لیکن سه غم، سه ترس الله، سه چیز پیش راه مرا گرفته است که من هیچگاه به یاد شوهرم دیگر نمیزنم. این چی بود؟ این بود که به روز رحلت دادن جان، رحم یا نه ز مکر دیو شیطان. روز از روزها من در پیشگاه پروردگار امانت تسلیم میکنم. این جانی که در بدن من هست روز از روزها به سراغ این عزرائیل پایان می شود. این جان در حالتی که من بر الله می سپارم، آیا از مکر شیطان ایمانی با سلامت می برم یا نمی برم؟ در فکر این بودم. برادرای عزیز، پدرای مهربان، باید این فکری که در خیال حضرت رابعه بود در خیال همه ما و شما باید باشد. زیرا تنها رابعه از دنیا نگذشتند. کل نفس ذائقة الموت. الله میگوید همه شما البته به البته لذت مرگ میچشید. خواه امروز است خواه فردا هست، البته لذت مرگ میچشید. این خیال، این فکری حضرت رابعه را غم میداد، باید ما و شما را غم دهد. عاقبت ما باید فکر کنیم آیا ایمانی با سلامت میبریم یا نمیبریم. حضرت مولوی جنونی خدا رحمت و مغفرتشان کند که شعرهای او حضرت همه سرشار آیت و احادیث است. میگوید چه روز است روز مرگ ای آدمی زاد، نسازی چون از آن روزی تبه یاد. چرا آن روزی تبه را یاد نمیکنی؟ چرا آن روزی که تو را از خانت بیرون میکنند؟ چرا آن روزی که فرزندهای تو دیگر از تو جدا می شود؟ چرا آن روزی که زنی تو از تو دیگر بیگانه می شود؟ چرا آن روز بار هم یاد نمی کنی؟ چه روز از روزی مرگ ای آدمی زاد، نسازی چون از آن روزی تبه یاد. چرا در غصه آن غم نسوزی که چشمی خود به سوی سقف خانه دوزی؟ چرا در غصه این غم نمی سوزی؟ چرا این خاتمه کار و ترا دقت نمی دهد، ترا به خودش مشغول نمی کند؟ روزی هست که فقط چشم تو همون بالا را نگاه دارد و خلاص. اون بالا را نگاه کردن چی معنی دارد؟ چی معنی دارد؟ معنی این است که رسول اکرم دعا کرده بود اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت. پروردگارا مرا در سختی های مرگ، در دشواری های مرگ یاردم کن. این انسان هم چشم به سوی آسمان دوخته است. الله در همین دادن جان مرا چیکار کن؟ مدد کن. نفس در غرغره حال دیگرگون، تو دانی و خدا حال ای دیگر خون. نفس در غرغره حال دیگرگون، تو دانی و خدا حال ای دیگر خون. غمی جان خور، غمی جان خوردم ای غفلت آهنگ، مزن در شیشه ایمان خود سنگ.
ایمان تو به منزله شیشه است، با سنگ او را نشکن میگوید. این ایمان محافظت کن و سوی پروردگارت از آسانی خاتمت دعا کن که خداوند خاتمه کارت را بخیر کنه. حضرت میگوید در اون حالت نفس در غرغره هست، حال تو را خودت میدانی و پروردگار دیگر هیچ کس مشاهده کرده نمیتواند. حضرت ابراهیم پرسیدند کیف وجدت الموت؟ ابراهیم خلیل بود. الله تمام مهربانیش نسبت پیغمبرهاش در گرفتن جان استفاده بردگی است. حضرت ابراهیم گفتند چگونه مرگ یافتی؟ گفت مثل که یک آهن را تسبان میکنند و این آهن در بین پشمهای تر وقتی که داخل میکنند حال این توده پشم چگونه میشود؟ انا همین گونه گفت سختی مرگ یافتن. حضرت موسی را گفتند کیف وجدت الموت؟ مرگ تو چگونه یافتی؟ حضرت موسی گفتند مثل که یک گنجش که در یک دیگ تسبان در یک دیگ میجوشیدگی میافتد، نه هلاک میشود نه از دیگ خلاص شده میتواند. انمون حالت گفت در حالت مرگ میافتم. برادرای عزیز، این داندن این جان و خاتمه آسان میشد، رسول اکرم این دعا را نمی کردند که خدایا غمرات مرگ، سکرات مرگ برای حبیبت آسان بگردان. رسول اکرم یک روایتی هست که سلمان روایتش میکند، میگوید اگر همین حیوانهایی که ما و شما خر و اسب و گاو و دیگر حیوانهایی که داریم، اگر همین ها میدانستند که مرگ چیست، ما اکلتم لحما سمینا ابدا. حضرت گفتند اگر همین حیوانها از مرگ، از خاتمه کار اگر درک میافتند، شما از وجود این حیوانها هیچگاه گوشت روغندار نمیافتین. هیچگاه در وجود اینها دیگر گوشت روغندار وجود نداشت. اینها همه گوشت بدنشان بای میدادند از خاطر اینکه عاقبت چی است؟ دادن جان است، عاقبت خاتمه کار است. حضرت رابعه را این خاتمه کار خیلی غم میداد، خیلی دقتش میداد، در فکر انداخته بود. دیگر فکر شوهر و فکر خانه و فکر دیگر فرزند در یاد حضرت رابعه نبود. قسم به خدا، یک روز حدیثی را در کتاب نظر کردم، باور کن ما نیز آنقدر خدا ترسی نداریم، لیکن همین حدیث وجود ما را به خدا قسم لرزان کرد. این حدیث چه حدیث بود؟ رسول اکرم قسم خوردند فوالذی لا اله الا غیره، قسم بر آن خدایی که غیر آن پروردگار دیگر خدای نیست. چی گفتند؟ در دوام حدیث گفتند که فوالذی لا اله الا غیره ان احدکم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلوها. حضرت چی گفتن؟ گفتن شخصی هست در بین شما گفتن ای مردم عملهای اهل جنت میکنین، یعنی شما گفت مسلمان ها روزه میگیرین، زکات میدهین، در نمازهای با جماعت اشتراک میکنین، جمعه دا اشتراک میکنین، چنان عملهای اسلامی تان زیاد می شود که حتی بین تو و بین جنت فقط 50 سانتی متر می ماند. 50 سانتی متر می ماند که تو وارد جنت شوی. فیسبق علیه الکتاب. رسول اکرم گفت این زمان تقدیر گفت کار خودش می کند، تقدیر کار خودش می کند. فیعمل بعمل اهل النار. 50 سانتی متر ماندن پروردگار چنان عملی تو را عملی میگرداند که تو به عمل دوزخی ها دست میزنی فیدخلوها. 50 سانتی متر جنت کورک میشود، تو را وارد دوزخ میبرد. و این احدکم لا یعمل بعمل اهل النار. حضرت گفتند که کسی از شما وجود دارد که به عملهای دوزخی ها چنگ میزند حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلوها. حضرت گفتند این مردی که عملهای دوزخی ها چنگ میزد، بین دوزخ بین این انسان 50 سانتی متر یا 60 سانتی متر مانده بود.
لیکن تقدیر کار خود کرد. این انسان در آخر کارش چکار کرد؟ به عمل اهل جنتی ها قدم زد و وارد جنت شد. ببینید از این حدیث ما چی را چشم داشت باشیم؟ خاتمه کاره. انسانی که عملهاش عملهای دوزخی ها بود در آخر حیاتش جنتی شد. انسانی که عملهاش کلا همش اسلامی بود آخر کارش چی شد؟ وارد دوزخ شد. غافل مشو، شاعر گوش کنید، غافل مشو مرکب مردان مرد را در سنگلاخ وسوسه پیها بریده اند. ناامید هم مباش که رندان بادنوش با یک خروش هم به منزل رسیده اند. ما و شما اینها برای ما و شما درس باشند. این چیزی که حضرت رابعه را غم داد به خودش مشغول گردانید، این خاتمه کار بود. ندانی دم آخر چه حال است، از این تا زیر خاکت صد سوال است. تا خانه قبر رفتن این معنای را ندارد که کسی چیز وسواسه های بالای تو نشود. تا وارد قبر شدن از صدها سوال، صدها جبهه ها را تو میگذری که بعدم به قبر وارد شوی. از خاتمه کارمان باید همه ما و شما ترسان باشیم. باید ترسان باشیم. گفتن یکم گفتن همین است. ای دوستان خدا گفتن که مرا شوهر کردن نمیگذارد، این است که از خاتمه کارم میترسم. خاتمه کارم باید همه ما و شما ترسان باشیم. باید ترسان باشیم. گفتن یکم گفتن همین است. ای دوستان خدا گفتن که مرا شوهر کردن نمیگذارد، این است که از خاتمه کارم میترسم. خاتمه کارم چگونه انجام یافته باشد، از این میترسم. چی دوستان خدا چی فکرهایی داشتند، چی مشغولیت، چی یک فکرهای اونها را مشغول میگردانید. افسوس که ما و شما را مشغول نمیگرداند. افسوس. شیخ احمد روایت میکنند که بسیار گریه میکرد. از او پرسیدند چرا اینقدر گریه میکنی؟ لاغر شدی، در وجود تو هیچ گوشت نماند. حضرت گفتند به بالا 8 جنت فوق گردون، به زیرم 7 دوزخ مانده بیچون. چگونه بسایم در میانه، بود لازم برای من ذکری شبانه. حضرت گفتند چگونه من گوشت گیرم، چگونه آب چشم من قاق شود زمانی که بالای سرم 8 جنت داره و